از قدیم میگن بابا قمی ننه قمی بچه میشه قمقمی دیگه. بدون گواهینامه چقدر نشستی پشت فرمون؟ خیلی دست در نکنی خواهش کسا. میکنم. راننده های عزیزی که تو دل جاده دارید میرین، مخصوصا توی بیشرفی که الان داری سوبالا میای تو چش داداش ما. آقا راننده همه معتادن. مگه نیستن؟ نه مصرف شخصی اصلا قاچاق که به هر حال همه میکنن. دیسپاز. به من گفتن چی دارین؟ گفتیم یه مقدار شیره داریم. الهی به امید تو. سلام به همه شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مجتبی شفیعیم. تعجب میکنه این پشتم؟ نه آقا، من قبل از این اینستاگرام و سینما و تئاتر از این پشت شروع کردم، پشت همین فرمونا، با برادر و پدرم که اونا هم راننده بودن و این برنامه رو یعنی زیر 18 چرخ رو به همه شما راننده های عزیز تقدیم میکنم. اینجا یه مهمون جذاب داریم از جنس خود راننده ها، اما نه تو استودیو یا مثلا یه اتاق وی آی پی خاصی. این پشت خب اینجا دنیای ماموته و مهمون برنامه ما محسن حاطف عزیز. سلام محسن جون. شاکرم مشتاق. خیلی چاکرم. خیلی مخلصیم. الان میام سراغت. بریم ببینیم یه گفتگوی جذاب میتونیم داشته باشیم یا نه. محسن جون خیلی خوش اومدی. شاکر شما. خیلی خوشحالم، با افتخار در خدمت شما. برنامه برای من خیلی ویژه است که اولین بار دارم با قشر راننده صحبت میکنم و خیلی ذوق و شوق دارم. خیلی ممنون. اوضاع کار چطوره؟ الحمدلله. اوضاع کار خراب. آره. ناراضی. الحمدلله خراب. ان درست میشه. چه کردن این قوم ظالمین با عشق ما؟ چه کردن؟ بگو چی شد که اصلا وارد این حرفه شدی؟ دیگه از قدیم میگن بابا قمی ننه قمی بچه میشه قمقمی دیگه. ننه مال ما خواهر داره؟ آه؟ دیگه همه ایل و تبار رانندن. آها. ما هم دیگه. یعنی پدرم راننده بود. بله. خب بیامرزتش. خدا بیامرزتش. ایشون هم شوفر، به اصطلاح میگن شوفر دیگه قدیمی، شوفر اتوبوس و تریلی بودن و ما هم دیگه دنبال رو بودیم دیگه، شاگردی میکردیم و میرفتیم باشون و یه مدتی هم که بابای ما ماشین زیاد داشت میرفتیم از راننده ها حساب کتاب پس میگرفتیم دیگه. با قشر راننده بر خورده بودیم و حالا تو مقاطع مختلف، حالا یه جایی هم یه سری راننده دستمون بود تو مقاطعی که کار میکردیم به عنوان حالا سرپرست ترابری و رئیس ترابری و اینا کار میکردیم و دیگه. بدون گواهینامه چقدر نشستی پشت فرمون؟ خیلی جان؟ دست در نکنی که خواهش ساعت می‌کنم. گرفتن تا حالا یعنی یا چی همیشه گرفتن؟ در رفتی؟ نه یه دفعه با موتور منو گرفت که افسره. بعد نه پشت ماشین سنگی؟ نه آره چرا یه دفعه جاده رشت بعد از تونل منجیل. آره آقای محترم دارم حرف میزنم. منو گرفت، بابام خوابیده بود، منو گفت بشین یه تا رستم آباد برو. بعد یه خورده که رفتیم جلوتر از تونل که اومدم بیرون یهو دیدم افسر اومد بغل، یه اینجوری نگاهم کرد. بعد بابامو صدا کردم، گفتم بابا گفت چیه؟ گفتم افسره. گفت خب باشه گمش گردونو زد و چفگیرشو گرفت بیرون و به بغل اومدیم بغل وایسادیم و بابام رفت پایین و دیگه یه دو تا ماچش کرد و حل کرد. خب مشکل حل شد. پس با ماچ حل شد. آره خب، با ماچ همه چی حل میشه. ما رو جریمه میکردن میخوابوندن. نه ما ماچشون میکنیم. اعمال قانون هم کردن. خب محسن جان خیلی چهره دوست داشتنی داری، خوش مشربی، اینو جدی میگم. راننده ها اکثرا خوش مشربن. دقیقاً. بعد اینو از بابا به ارث بردی یا نه اصلا خصلت رانندگی تاثیر میذاره؟ ببین اگر بخوام بگم از بابا به ارث نبردم که نمیشه. خب ما یه سری اصلا خب این یه سری نحوه صحبت کردن، اینی که من همش دارم با دست صحبت میکنم، اینا همش چیزایی بوده که تو خانواده و از لحن گفتار هم خیلی تاثیر بله همینجا میخوام برسم که بالاخره دیدن اقوام مختلف، صحبت کردن با قشرهای مختلف، تو کارخونه‌های مختلف میریم، تو سردخونه‌های مختلف، وقتی میری داری با انواع و اقسام آدما صحبت میکنی. حالا الان هم که مثلا یه مقدار ما فعال هستیم، یه جایی میریم طرف میاد صحبت میکنه، درد دل میکنه، میاد یه جورایی باید با گوشت و پوست و استخونت باید لمس کنی دیگه و همین باعث میشه که تقریبا میشه گفتش که رنگ بگیریم باشون. اصلا تاثیر منم اون موقع که حالا میشستیم پشت فرمون
چندش واقعا لحن صحبتشون روم تاثیر میذاشت، پوشششون، راه رفتنشون، نوع غذا خوردنشون. واقعا اون موقع که مثلا با ماشین بودم غذا خوردن با قاشق حال نمیداد. بله. اونجا که میشستیم دور هم دیگه واقعا با دست یه مزه دیگه ایم. آقا یک سوال چالشی میخوام ازت، یعنی یکی نه چند تا بسم الله سوال الرحمن چالش. نه اصلا نگرانم، سوال خیلی باحاله. ما که همش تو چالش هستیم، حالا شما هم ما رو ببرید تو چالش. عجیبه، واقعا عجیبه. اگه قرار بود کارتو با یه آهنگ توصیف بکنی، اون کار چی بود؟ رضا صادقی. چه جالب. من داشتم میرفتم دنبال عباس قادری نه و نه نه جوادی یه هستم. شعری رو رضا صادقی میخوام، من زیاد تو استوریام گذاشتم، خب از ناملایمت هایی که توی همه زندگی هستش. خب یه تیکشو برامون که از بخون. این همه نامردمی ها قلبم داره میگیره کم کم. به به. من از تو میپرسم خدایا اینجا زمینه یا جهنم. باریکلا. وقتی برای گریه کردن باید از این دنیا جدا شد. وقتی برای یادم رفت دیگه بقیه شد دیگه. یاد میگیرم اما فراموش کردم. خیلی چقدر خوب میخونی، چقدر خوب آره یه میخونی. دستی دست- مثل البته ما به شما که نمیرسیم، شما استاد ما. برای شما. ولی نه خب خیلی خوب. معمولا راننده ها اکثرا صدای خوبی دارن. آره خیلی هاشون متوسط رو به بالا. آره چون تنها هم هستن، همه تو آوازن. راست. آره ما پشت فرمونمون حکم حموم شما رو داره. میگه بین پنچری وسط کویر. حالا بارم چیه؟ بار بستنیه. کدوم انتخاب میکنی؟ پنچری توی کویر با بار بستنی خب یا بارت گوجه است توی برف؟ به نظر من بستنیه بهتره. که تو می‌دونی چرا؟ کویر؟ آره. چرا؟ دلیلشو بگم بهتون. اکثر راننده های یخچالی خب اینو میدونن که وقتی شما یه بار منجمد زیر صفر میزنی به سادگی دمای این بار پایین نمیاد. خب برعکس تصورات غلط آدم‌هایی هستن که معمولی، یعنی شاید شما که مثلا سررشته‌ای از مثلا جسارت نشه سررشته‌ای از کار رانندگی تریلی یخچالدار ندارید، وقتی میگه بستنی میگه آقا ابوالفضل الان کلیده رو بزنم خاموش بشه تموم کار، بستنی همینجا از پشت داره شیر کاکائو میریزه پایین، در صورتی که اینجوری نیستش. شما یه بستنی رو وقتی بار بزنید مثلا از تهران بخواد برید کویر، به فرض مثال میخواد تا چابهار فرض کن برید، میرید توی گرمای به فرض نزدیکای یزد، مهریز، اونورا انار آسیگت میتونه که حالا 2 ساعت هم موتور داره کار میکنه. خب ولی خب تو اون سرمایه یه مقداری اولندش که گوجه دماش حساس تره، گوجه رو تکون بخوری تو گرما بعد رب تحویل بدی، تو سرما هم که دیگه باید بستنی یخی تحویلش بدی. خب زحمت کارخونه ولی کمتره دیگه. آخه بدبختی همش واسه رب نمیره. این دلالای بار الان منتظر این هستن که بیای اونجا ترموگرافتو نگاه کنم میگن اوف از دماش مثلا 2 درجه اومده پایین، بار خراب شد 1 میلیارد خسارتشه بده برید. بعد دادگاه و پاسگاه و بچه‌ای که گوجه میزنن تره بارکشا اینو قشنگ لمس کردن. محسن چرا انقدر گیری؟ یعنی تو ویدیوات یه اعتراض میکنی، درگیر میشی با این و اون، لحنت صحبت گاهن تنده، چرا گیر میدی؟ راننده ها ازت میخوان. نه الان خوبی، ویدیوهایی که تو فضای الان که مجازی. شما گیری. من الان باید گیر بدم. ببین کلا دست خودم نیست، ریزبینم به جاهای مختلف وقتی میرسم گیر میدی، درست گیر میدی. آره من مثلا چی میگن حب و بغضی ندارم نسبت به کسی. گیرم بهت میدم تا دلت بخواد، جیر، زنگ، تلفن، از این بعد پاک کن بیان کن. من معمولا پاک نمیکنم ولی خب دیگه یه جایی چی بشه که یکی که باش رو در وایسی دارم زنگ بزنه پاک میکنم. زیاده حرف میزنی غریبه. خب محسن جون ماشین خودت چی الان؟ ماشین خودم الان یه خودروبر دارم
خب ماشاءالله. و یه دونم خودروبر کوچیکا 6 تن. آها. آره دیگه یه خود گردنم و کمرم ناراحته، یه داستانایی افتاده که ولی خب چون نمیتونم زیاد کار بکنم، ولی با این حال باز سندروم بیقرارم، یعنی یه تریلی یه جا میبینم دست و پا میلرزه. چرا راننده‌ها باید برم. اینجورین؟ من داداشم هم اینجوریه. اصلا یه چیزی تو وجودش کرمش نمیذاره بشینه، باید اصلا بره تو جاده. همه میشینن مثلا تو خونه میگن استراحته، باور کن من وقتی میخوام استراحت کنم میگم یه مسیر 1000 کیلومتری 2000 کیلومتری برم استراحت کنم پشت فرمون. من همه اونایی که رفیقامون هستن میدونن امکان نداره پشت فرمون ضبط روشن کنم، امکان نداره شیشه ماشین رو بدم پایین، یعنی یک سره فقط همینجوری هم جلو رو نگاه میکنم، با خودم فکر میکنم، تابلوها رو میبینم، صحنه ها رو میبینم، یه سناریویی میاد تو ذهنم. نه من واقعا اینجوری دلم میگرفت، یعنی من میرفتم اونجا ضبطم خراب بود، رادیوش راه شب را مینداختم، نه. داداشم گوش داد، به همه بداهه میخوندم، همیرا میشدم، معین میشدم، نمیدونم مثلا چیکار میگم؟ مثلا فرض کن رانندگی داری میکنی. الان رانندگی آره. داریم میکنیم. سلام به همه شما راننده های عزیزی که تو دل جاده دارید میرین، مخصوصا توی بیشرفی که الان داری سوبالا میای تو چش داداش من. اینو خوب اومدی. اینو خوب اومد. اگه بخوای یه جمله به این سوبالایی‌ها بگی چی میگی؟ فهمیدم، مرسی. قابل پخش نیست. برای همون میگم فهمیدم. اگه قرار بود از زندگی یه راننده‌ای یه فیلم بسازی، کارگردانش هم خودتی، بله. اسمشو چی میذاشتی؟ شرایط سخت. شرایط سخت. ببین گفتی شرایط سخت، یاد یک فیلمی افتادم، خیلی شبیه بازیگرشی. این عینکه رو بزن. آقا خودشه. خودمه؟ خودتی. خدا بخشیدی؟ خودش. پس دیگه ور الان نمیدم. تو کامنت ها خود بهت نگفتن شبیه کی؟ چرا میگن؟ حالا میگن؟ آره. زیاد میگن. شبیه کی گفتن؟ شبیه چند نفر میگن. خب. نه اون قابل پخشش. یکیش وین دیزل. وین دیزل. خب خدا رو شکر قابل پخش. مسعود روشن‌پژوه هم بهت میگن. آره. آرش هم میگفتن خواننده. آرش نه اون خیلی چرا؟ نازه کسل در کرده بود، مقابل لو شما. در شبیه ما بود. چی گفت؟ درخت. چی گفتی؟ ولی بیشتر وین دیزل بود. وین دیزل. نه خدایی شبیش. عجیب ترین شایعه یا حرف خنده‌داری که راجع به راننده ها شنیدی؟ راجع به راننده ها یا راجع به من؟ راننده های ماشین سنگین رو بگو، بعد راجع به خودت هم بگو. راجع به راننده ها عجیب ترینش اینه که میگه مثلا همه مردم تصورشون اینه که میگن آقا راننده ها همه معتادن. مگه نیستن؟ نه. کجا هستن؟ نه واقعا نیستن آقا، همشون خیلی هاشون تحصیل کرده، آدم حسابی. خودتو ورزشکار دنبل تو جعبه ماشینشه. آره نمیدونم هارتر داره، میزای بغلشو برشو بغل تریلیش کشویی کرده، صبح به صبح وای میشه ورزش میکنه. من الان یه رفیق دارم هادی فرزانه، میل باستانیاش تو جعبه بغله، میاد پایین کله سر 50 تا میل میگیره میشینه بالا. ماشاءالله. نه. اصلا لازم هم هست چون اونجا پشت آره. فرمونن، تحرک ندارن. خوش بالا اونایی که ورزش میکنه. آره واقعا خیلی خوبه تو رانندگی، واقعا خوبه. ورزش نمیکنی؟ من نه، من بیشتر فکر میکنم. سیگار میکشی؟ من امروز سیگار کشیدم، اصلا من سیگار میخرم. این من قبول دارم، سیگار نمیخره، همیشه سیگار از اینه اون میگیره. خب مرسی. چیز دیگه چی؟ نه خدا رو شکر. نه مصرف شخصی. اصلا قاچاق که به هر حال همه میکنن. بازرسی ناینه مگه؟ مصرف شخصی تو بعد بیا پایین. آقا تو ایسبازرسی ها اینجوریه، طرف میگه که آقا مصرف شخصی تو بعد بیا پایین. خب چون الان دیگه میگن معتاد دیگه جرم نیستی، میگن معتادا میگن بیمارن. بله بله. خب وقتی بیمارم هستی مصرف شخصی تو بعد بری پایین. خب اون وقت گیر نمیدن؟ نه من یه شیشه چند روز پیش داشتم میمادم از یزد، تو یخچال ماشینم پر عرق نعنا و عرق بیدمشک و اینا بودش. بعد تو ایست بازرسی ناین طرف بابا گفتش که با ون بودم، گفتش که بیا بغل ببینم. بعد من پایین گفتم سلام. گفت بچه ترون چی داری؟ گفتم چی میخوای؟ گفت پهباد. گفتم نه حالا در اون حد، ولی عرق مرق میخوای دارم. گفت چی عرق چی داری؟ در یخچال واکردم، گفتم عرق بیدمشک کاسنی فلان اینا، چون من یه ذره بدنم زود زخم میشه و اینا، از این کاسنینا زیاد میذارم تو ماشین میخوره. این اتفاق واضح برای منم افتاد. یه مدل دیگه‌اش به من گفتن چی دارین؟ گفتیم یه مقدار شیره داریم. بعد گفت بیار بیرون. رفتیم باز کردیم، شیره انگور بود، شیره انار و اینا بود. حالا همه هست، حالا تو شیره تو همه ماشینا هست. معمولا ارده و شیره رو صبحونه بزنی دیگه. راننده‌ها که معمولا روزی یه وعده بیشتر غذا نمیخورن یا یه وعده و نصف و لازمه. آره. مخصوصا تو ماشین قدیمی‌ها اگه اینا رو نمیخوردید میمردید.
چون تکون و اینا زیاد داشت گرسنت میشد. ولی ماشینای جدید دیگه راحت تر شده. آره دیگه مایکروفر داره و چای ساز داره و کولر درجا و سوسولی شده یخچال یکم. دیگه. حالا شما از دید شما شاید سوسولی باشه. نه حالا من چون خودم واقعا تو دل جاده بودم، ببین یه چیزایی هست که هر چقدر به شما رفاه بدن، هر چقدر ماشینت خوب باشه خراب نشه، اون فراغ از خانواده، اون دوریه، اون خطراتی که تو دل جاده هست با راننده است، سرمایت باهات، جونت باهات، چقدر قرار پول بگیری ولی داری میری برای کشورت مفید باشی، برای حمل و نقل کشورت، برای خانواده‌ات، برای آیندهشون و غیر از اونا، اونها هم نگرانن و اینها رو نمیشه با هیچ امکانات و هیچ پول و این اصلا قیاس کرد. حالا تو شغلای دیگه هم هست ولی تو رانندگی ملموسه کاملا، همش به یک پلک سنگین بسته است. اگه ماشینت الان زبون داشت چی بهت میگو؟ فوش خار مادر. آقای اسکانیا با شماست. ریختن سر داداشم بزنن، تایلیور کشیدم دیگه نگاه نکردم کی به کجاش میخوره. آقا تنها جایی که باید بذاری حق تو بخورن تو رانندگیه. رانندگی روانشناسی هم داره. بله. شناخت آدما هر کدوم یه سلیقه یه شکل. ما میگم بوس کلید یه سلام آخه وایسادن زشته. سیستم آموزشی حمل و نقلمون به نظر من مشکل داره.